پرسید به نظر شما چه چیز انسان را زیبا می کند؟ هر یک جوابی دادند. یکی گفت چشمان درشت، دیگری گفت قد بلند، دیگری هم گفت پوست شفاف و سفید. در این هنگام استاد 2 کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت به این 2 کاسه نگاه کنید. اولی از طلا درست شده است و درونش سم است و دومی کاسه گلی است و درونش آب گوارا است. شما از کدام کاسه می نوشید؟ شاگردان جواب دادند از کاسه گلی. استاد گفت زمانی که حقیقت درون کاسه ها را در نظر گرفتید، ظاهر آنها برایتان بی اهمیت شد. آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش است. باید سیرتمان را زیبا کنیم، نه صورتمان.